الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. خب دوام تيم در متن عقيدة الطحاوي إن شاء الله رسيدیم تو قول مؤلف ولا شيء مثله. از همینجا ان شاء الله شروع میکنیم. خب علامه طحاوی میفرماید ولا شيء مثله، اما در شرح این میخوام کمی صحبت کنیم. یعنی بعضی عبارات را گفتم که ان شاء الله از کتاب شرح عقیده طحاوی از عبدالغنی غنیمی میدانی که شرح دادن کتاب لباب را شرح متن قدوری و همچنین از عقیده طحاوی شرح علامه بابورتی. بعضی شرح ها از این است ان شاء الله. طيب وقتی امام طحاوی گفتند ولا شیء مثله، هیچ چیز مثل خداوند نیست، یعنی در مسئله مماثلت این مشابهت مانندی هیچ چیز بر خداوند وجود ندارد، نه از کل جهت نه از بعض جهت. برای چی؟ چون که مماثلت یا از کل جهت می شود یا که از بعض جهت می شود. مثلا از اگر باز بگویی که زید مثل بکر است، خب زید در بعضی چیزها خب با بکر مانندی دارد اما کلا مانندی ندارد. اینا میگن مماثلت از بعض جهت یا که مماثلت جزئی میگنش. خب اینه که برای مخلوق گفته می شود، اما نسبت به خالق جایز نیست که خداوند رو مماثلت کنی، یعنی بگو که این خداوند مثل فلان چیز است یا که فلان چیز مثل خدا است. این اصلا درست نیست. اما از اتفاق لفظی، اگر اتفاق یعنی همچون لفظ بگیریم اگر، خب بس این گناه نیست. مثلا جایز نیست که بگو که از لحاظ مثلا میگم که خداوند حی است، یعنی زنده است، خب مخلوق میگن حی زنده است. این همچون اطلاق لفظی است، یعنی در لفظ مماثلت وجود دارد نه در معنا. چون که زنده بودن خداوند مثل زنده بودن مخلوق نیست. زنده بودن مخلوق یعنی انسان فرق میکند از زنده بودن خداوند. زنده بودن انسان با روح است، با جسد است، با پوست است، خون است، هر چیزی که در وجود ما و شما وجود دارد. اما در حق خداوند این گونه جایز نیست که بگیم که خداوند زنده است با روح و با جسد، ولی اعوذ بالله. این گونه در حق خدا جایز نیست. یعنی این مماثلت لفظی است، یعنی اطلاق لفظی نه اطلاق معنوی. مثلا که میگیم که خداوند موجود است، خداوند وجود دارد و فلانی موجود است، این مماثلت در لفظ است اما نه در معنی. نه که موجود بودن خداوند از موجود بودن مخلوق فرق میکند. چون که وجود خداوند مثل وجود ما و شما نیست. چون که وجود خداوند به ذاتش است و محتاج به چیزی نیست و هر چیزی که وجود دارد محتاج به سوی خداوند است. برای همین این مثلی، این مماثلتی که منفی است در حق خداوند، یعنی که باید نفی شود، یعنی باید وجود نداشته باشد در حق خداوند، این مثلی در معنا است. یعنی که چلی که گفتیم در بالا مثال زدیم، گفتیم که خداوند زنده است و انسان زنده است. این همچون خب لفظی است اما از حیثیت معنا فرق میکند. برای همین این رد برای بعضی از فیلسوفا هستند که بگیم فیلسوفایی که اعوذ بالله از دین خارج شدن، او فیلسوفا میگفتن که جایز نیست که از در حق خداوند تو بگو که خداوند زنده است یا که خداوند دائمی است یا خداوند قادر است یا که سمیع است و بصیر است و خداوند متکلم است. یعنی این صفات ها را در حق خداوند فیلسوفا انکار میکردن. خب گمان میکردن که اینا این مماثلت را اقتضا میکنند، یعنی گویا که این مشابهت بر مخلوق دارد. ما برای اینو جواب میگیم که این مماثلتی که میگیم خداوند حی است، زنده است، خداوند دائم است، قادر است، سمیع است، بصیر است، متکلم است الی آخره، این میگم مماثلت اتفاق لفظی است. در لفظ اتفاق است نه در معنا. یعنی در حق خداوند اطلاق کرده، یعنی همین عبارات را استفاده برده میشود که میگیم خداوند موجود است، خداوند حی است، سمیع است و بصیر است، متکلم است، مرید است، عالم است، حافظ است. یعنی همه این الفاظ در حق خداوند جایز است. یعنی اطلاق این الفاظ جایز، اما وقتی در انسان، در مخلوق این الفاظ استفاده میبرن،
همچنین اینجا گفتیم اتفاق لفظی است، اما از حیثیت معنا از زمین تا آسمان یعنی فرقی به حد زیاد دارد که در حق خداوند این گونه جایز نیست فکر کردن، چه خیلی که در حق مخلوق ما فکر میکنیم، چون که مخلوق با خداوند مشابهت کردن اصلا جایز نیست. طيب برای همین این لفظ را بر غیر خدا استفاده برده می شود، چه خیلی که من گفتم حاضر، چون که این اتفاق در لفظ است نه در معنا، پس تقاضای مماثلت و مشارکت در حق خداوند را نداره. مفهوم؟ این معنای ولا شیء مثله، این توی که مثلا کم ترک بگیم چی شود برای ما مفهوم شود، یعنی ولا شیء مثله چی معناها داشته است. خب بعدن امام طحاوی دوام میدهد میگه ولا شیء یعجزه، هیچ چیز خداوند را عاجز نمیگرداند. خب این قول امام طحاوی این قول گفتن یعنی به خاطر رد کردن بر معتزله ها. معتزله ها در زمان حضرت بودند، گروهی برآمده بود که مثلا قرآن مخلوق میگفتند. خلاص درباره اونا ان شاء الله بعد شاید ان شاء الله خداوند میسر بگرداند، یعنی درباره فرقه ها هم درس میکنیم ان شاء الله. اما معتزله ها بگیم یک گروهی که گمراه بودن، از راه حقیقت بیرون شده بودن و در فتنه این معتزله ها متاسفانه بیشتری از دولت عباسی ها در زمان دولت عباسی ها بود، یعنی از اونها هم یعنی همین راه در رفتگی بودن، بعضی عقیده اونها گرفته بودن. خلاص امام طحاوی رحمه الله گفتند ولا شیء یعجزه، هیچ چیز خداوند را عاجز نمیگرداند. این رد بر قول معتزله است که معتزله ها اعتقاد داشتن میگفتند که خداوند یعنی استطاعت ندارد، یعنی قدرت ندارد که او چیزی رو که یعنی فعل بنده را خلق کند. برای چی میگفتند؟ میگفتند که چون که خداوند قدرت بر بنده داد پس عاجز شد، والیعاذ بالله. دیدید عقیده فاسد، این عقیده فاسد ببینید که معتزله ها هم خیلی عقیده داشتن که یعنی میگفتن که خداوند استطاعت خلق کردن قدرت رو در بنده ندارد. میگفتن برای که چون که قدرت رو در بنده داد بعد خداوند عاجز شد، والیعاذ بالله. یعنی خداوند همچون در این مسئله عاجز میشماریدند. این یک عقیده باطل فاسد پوچه که این معتزله ها داشتن. برای همین امام طحاوی رحمه الله این قول در ضد همون آوردگی است که ولا شیء یعجزه، هیچ چیز خداوند را عاجز نمیگرداند. خب امام طحاوی رحمه الله خب دوام میده میگه ولا اله غیره ولا شیء یعجزه ولا اله غیره، و هیچ الهی بجز از خداوند وجود ندارد. اله، خب این اله گفته کسی که او یعنی حق الهیت را دارد و حق الهیت گفته یعنی با این معنی که یعنی قدرت ابداع و اختراع را دارد. خب مفهوم؟ اله فقط مخصوص خداوند است که ما الله اله میگیم ولا اله غیره، هیچ الهی بجز از خدا وجود ندارد. این کسی که قدرت ابداع و اختراع را دارد، یعنی از ناهستی به هستی خلق میکند، او را میگن اله. پس لفظ اله را بر یعنی به حسب اصل اگر بگیریم بغیر از خداوند بر یگون چیز دیگر خب استفاده بردن درست نیست. مفهوم؟ جایز نیست که بگیم که مثلا چون که مسئله بالا گفتیم در حق خدا را حی گفته میشود زنده و مخلوق را حی زنده گفته میشود، اما این لفظ اله را بجز از خداوند بر یگان مخلوق استفاده بردن جایز نیست. خب اما یک مسئله است، اما مشرکون یعنی مشرکایی که بدن مثلا والیعاذ بالله بود پرستا، یعنی خب این لفظ همچنین استعاره خب استفاده می بردند و بر معبوداشون اطلاق میکردن این لفظ را، همین کلمه اله را. خب علامه الفیومی اللغوی در کتاب مصباح المنیرش میورد میگه که خب اله یک معبودی است و همون خداوند تعالی است که ما میدونیم که یگانه است. بعد از اون میگن این لفظ را استعاره همچون مشرکین استفاده بردن و چیزی که عبادت میکردن به جز از خداوند. مفهوم؟ اینه مشرکین همون را برای همون در بوتاشون همین خیلی استفاده میبردن.
خب مبرد هم یک از لغوی میگه اله کسی که من له الالهیه، یعنی حق الهیت رو دارد و الهیت یعنی قدرت ابداع و اختراع دارد. پس گفته نمیشود، پس جایز نیست گفته شد اله، یعنی اله کسی که او عبادت کرده میشود به حق یا که به باطل. یعنی مقصد در حق بودها اله گفتن جایز نیست. اله فقط خداوند یک و گونه را میگیم. خب از جمله ابو منصور بغدادی خب لفظ اله را از اسم، یعنی از نامه الله شماریدند. برای همین اله خب جایز نیست بغیر از خداوند یگانه. برای که بعضی ها میگن که اله را هم در حق همون بود پرستایی که همون سنگ همون بودی که میپرستن همون را اله میگفتند، یعنی اله باطل گفته استفاده بردن جایزه میگفتند بعضی ها. این درست نیست. خب برای که وقتی که ما اله میگیم لا اله، مراد وقتی که اطلاق میکنیم این لفظ را یعنی فقط بر معبودی که اون معبود به حق است، خداوند یگانه است که هیچ اله بجز از اله یگانه دیگر وجود ندارد. خب برای همین بجز از خداوند تبارک و تعالی کلمه اله را در دیگر یگان چیز استفاده بردن درست نیست. طيب خب الشیخ طحاوی گفتن که ولا اله غیره، این هیچ الهی بجز از خداوند نیست. خب قدیم بلا ابتداء، خداوند قدیم است بدون ابتدا، یعنی ابتدا ندارد. قدیم معناش یعنی برای وجود خداوند ابتدا نیست. قدیم معناش یعنی برای وجود خداوند ابتدا وجود ندارد. این معنی قدیم است. وقتی که قدیم در حق خداوند استفاده برده میشد مرادش ازلی. خب مرادف همین لفظ قدیم ازلی است. مثلا میگن که قدیم یعنی به معنی ازلی، قدیم به معنی ازلی گفته میشد. مرادف همین قدیم ازلی است. برای همین قدیم در حق خداوند خب یعنی این خدایی که اون وجودش ابتدا ندارد. اما اگر کلمه قدیم در غیر خدا استفاده برند میگن که در زمانهای قدیم. خب این مراد خب یعنی بگیم مکان یا زمانی که در اونجا سالها و یعنی سالهای دراز گذشتگیه. مفهوم؟ وقتی بسیار گذشتگیه و میگن که زمان قدیم، سالهای قدیم. این در غیر خدا این گونه استفاده برده میشد. اما در غیر خدا، اما در حق خداوند قدیم به معنی ازلی استفاده میبرند. برای همین امام طحاوی گفتن قدیم بلا ابتدا، یعنی ازلی است ابتدا ندارد. ازلی چیزی که مرادف کلمه قدیم یعنی که ازلی ندارد، مقصد ابتدا ندارد، ازلی است. ازلی ندارد نه ابتدا ندارد، ازلی است. دائم بلا انتها، دائم ابدی است. یعنی خب دائم به معنای باقی بودن خداوند ابدی است، یعنی باقی است به ذات خودش، نه باقی به غیرش، مثل جنت و دوزخ. چون که جنت و دوزخ اینا باقی مانده هستند اما به غیر ذاتش، یعنی که مقصد جنت دوزخ را با اذن و اراده خدا جنت و دوزخ باقی بمانند، خود به خود نه. اما خداوند باقی است، خب ابدی است، یعنی ازلی است و ابدی است، انتها ندارد خداوند. لا یفنا ولا یبید، خداوند فنا نمیشود، یعنی تمام شونده نیست. ولا یبید هم به معنای فنا شونده است، یعنی به معنای فنا است، یعنی که خداوند فنا شونده نیست. خب یعنی این تفسیر قول همون دائم بلا انتها است، یعنی دائم بلا انتها به این معنی که فنا شونده نیست و ولا یبید از بین رونده نیست. لا یفنا به معنای هلاک شونده نیست. لا یبید خب این تأکید برای کلمه لا یفنا است. لا یبید این تأکید برای کلمه لا یفنا است، یعنی که عرب ها اگر بخوان چیز تأکید کنن بیشتر برای فهمش، همین یک لفظی مرادف با در برش میارن. برای همین لا یفنا ولا یبید گویا که یک معنی دارد، یعنی که خداوند هلاک شونده نیست، یعنی که ابدی است. ولا یکون الا ما یرید، منتهی بعدا میگن خداوند هر چیزی رو که میخواهد همون چیز میشود. لا یکون نمی باشد مگر آن چیزی که خداوند اراده کند. یعنی معناش این که هیچ چیز در وجود گفته، یعنی در چیزی که در دنیا وجود می آید، با وجود آمدی و وجود می آید،
خب چگونه که باشد نباشد، خواه اون خرد باشد، خب یا که اون کلام باشد، یا که اون حرکات باشد، یا که سکونات باشد، خب سکون یعنی قرار گرفتن، یا که خواطر و ذهن و نیت انسان باشد و غیر از این چیزها، خب غیر از خداوند، بدون این اراده خداوند هیچ چیز پیدا نمی شود، بدون اراده و مشیت خداوند. و همین خب صفت ازلی ابدی خداوند است که مخصوص پروردگار است. این مخصوص پروردگار است، یعنی هر چیزی که در دنیا، خواه اون کلام باشد مثلا در وجود، یعنی در موجودات میده باشد، یا که حرکت کننده باشد، یا که سکونات کننده باشد، یا که مثلا خواطری که در خاطره های ما شو، این هر چیزی نیست، همش با اراده و مشیت پروردگار می شود. که این اراده و مشیت این صفت ازلی و ابدی پروردگار است که مخصوص پروردگار است. این خب پس این فرق ندارد خب یا این اعمال خیر باشد، اعمال بنده ها، یا که اعمال شر باشد از بنده ها، همش داخل هستند در امکانیات. یعنی عمل بد، گناه، یا که عمل نیک، خب عبادات، خب خیر و شر همش از جانب پروردگار است. یعنی همش داخل در امکانات است. امکان یعنی که ممکن است که بنده عمل خیر انجام بدهد، ممکن است که بنده عمل شر انجام بدهد. خیر انجام داد به خیرش، اگر شر انجام داد ایش هم به ضررش، لیکن همش به اراده و خواست پروردگار است. برای همین اگر اراده خداوند مخصوص خیر می بود، نیکی مثلا می بود، اگر پس مقتضای کلام این میشد که گویا که یک مخصوص، این یک مخصصی است که ایرا خواست کرده است اراده خداوند رو به همین خیر، و این در حق خداوند جایز نیست. فهمیدید این را؟ یعنی اگر خب میگفتن که اگر گفته شود که فقط خداوند اراده کننده اعمال نیک است، یعنی خیر است، اگر همین باشد، اگر همه وقت در ذهن همین مثلا فهمش اگر همین باشد فهم، از این معلوم میشد که یک مخصصی است که خداوند رو بر همین صفت خاص کرده است و این در حق خداوند جایز نیست، چون هیچ مخصص بجز از خداوند دیگر وجود ندارد. خداوند منزه است از مخصص، چون که خیر و شر همش در امکانیات برابر هستند، یعنی همش با خواست اراده پروردگار است. بنده اختیار میکند بین خیر و شر، اما اراده پروردگار در اونجا رفتگیه. گناه کرد میگیم که اینجا خداوند خواست که اون کار بشود. خب آیات قرآن است که و در حدیث ها که هیچ برگ درخت بدون اذن و اراده خدا خب حرکت نمی کند. از این معلوم می شود که همه کاری که در دنیا می شود همش اراده پروردگار است، که این اراده یک صفت ازلی و ابدی خداوند است که مخصوص پروردگار خودش می شود. خب همینجا اراده به معنی چی؟ مشیت. خب اما در بعض جاها مثلا خداوند در قرآن میارد کلمه اراده را یرید الله بكم اليسر، اینجا مراد اراده نیست، مشیت نیست، اینجا مراد محبت است. یعنی خداوند بر شما دوست می‌دارد که بر شما آسانی باشد و همون بر شما یعنی حرج مشکلی نمیارد. برای همین یرید الله بكم اليسر و لا یرید بكم العسر، اینجا اراده به معنای چی است؟ محبت، نه به معنای مشیت. طيب خب بعدا امام طحاوی میگوید لا تبلغه الاوهام. ایوه شو عباره خوب. یعنی اوهام جمع وهم است، کو وهم انسان ای، یعنی معنی که خداوند را او این وهم خلائق، این مخلوقات تصور کردن نمیتواند. خب هیچ وهم انسان در تصور انسان، در تصور انسان خداوند پیدا نمی شود. خب نمی رسد، یعنی با تصور تو خدا را درک کرده نمیتوانی حقیقت خدا را. پس انسان وهمش دور میزند، اون دور میزند اون چیزی را که او را، یعنی یک چیزی محسوسه که این در چیزی که حس میکند قبلا او را انسان دیدگیه که اون چیز یا حد دارد یا شکل دارد یا که صورت و لون یکم چیزی که داشته باشد، اما خداوند گونه نیست. مثلا مثال میارم، اگر من بگم که مثلا من مثال میارم، میگم که من یک خانه دو آشیانه دارم. خب
بالای خانه با بگیم بله میگیم با خشت سرخ خانه ساختگی است. الکی در ذهن شما چیز پیدا شده است و میگیم که مثلا در و تریزه خانه از چوب است، چوبی سرخ است و بالای خانه با مخصوص بگیم شیفر پوشانده است و داخل خانه رنگی سبز دارد. الکی در ذهن شما یک چیز یعنی خیلی خانه پیدا شد، یعنی شما حس کردید یا حد و شکل و یک صورت و یک حالت ذکر کردید، یعنی در ذهن شما پیدا شد که همین خیلی خانه داشت از فلانی. درست؟ این وهم و تصور ما و شما است. برای همین این وهم و تصور قطعی خداوند را تصور کرده نمی شود، جایز نیست. خب ذنون المصری میگد که مهما تصورت ببالک فالله بخلاف ذلك، یعنی هر گونه که تو خداوند را با فکر و اندیشه تصور میکنی خداوند خلاف تصور تو است. یعنی تو تصور کردن نمیتوانید ذات خداوند را، ما حق نداریم. در تصور بنده خداوند یعنی داخل نمیشه، یعنی که نمیتواند بنده حق ندارد که خیال و وهم و با خیال و با وهم و با فکرش خداوند رو در ذهنش تصور کند. ولی اعوذ بالله این چیز جایز نیست. هر وقتی که این چیزا را شیطان وسوسه میکند، خاطره شیطانی میآید، باید که مسلمان آمنت بالله و رسوله بگد و شیطان خودش دور کند، چون که شیطان بعضی وقت اعوذ بالله همخی وسوسه ها را در سری میگیم مسلمان ها میارد. میدید این باید چکار کنی؟ از ذهن دور کنی، یعنی امی وسوسه شیطان با همون ذکر آمنت بالله و رسوله ان شاء الله دور میشود، ان شاء الله بخیر است. خب معنی سخنی حضرت طحاوی لا تبلغه الاوهام فهمیدید، یعنی خداوند را تصور کرده نمی شود در ذهنی بنده، چون که تصور انسان گفتیم دور میزند گرد اون چیزی که اون چیزی محسوسه که یعنی محسوس به معنی چیزی که حس میکنه اون انسان میدونش میبینش، چیزی محسوسه که اون محسوس حد و شکل و صورت و بگیم اندازه و یک چیز دارد، حالت دارد، اما در حق خداوند این گونه نیست. مفهوم؟ یعنی خلاصه گپ بگیم که حقیقت خداوند یعنی به حقیقت ذات خداوند هیچ کس نمیرسد. چگونه که فکرش مشغول کند نمیرسد. برای همین ما منهی هستیم، یعنی که ما را شریعت نهی کرده است، من کرده است که تفکر نکنیم در ذات خداوند. برعکس ما باید که تفکر کنیم در مخلوقات پروردگار. لا فکرت فی الرب. ابن عباس چی گفتن حضرت؟ گفتن که لا فکرت فی الرب، در ذات خداوند جایز نیست فکر کردن، بلکه در مخلوقاتش فکر کنیم ما که چگونه مخلوقات خداوند خلق کرده است. مفهوم؟ طيب لا تدركه الافهام، خداوند را فهم ها درک نمی کنند، یعنی عقل انسان خداوند را دریافت کردن نمی تواند، یعنی احاطه کردن نمی تواند ذات خداوند را عقل انسان. برای چی؟ چون که این درک کردن یک چیز، یعنی فهمیدن یک چیز با عقل، این تقاضای حدوث را دارد. مفهوم؟ این حدوث به معنی پیدا شده و حدوث در حق خداوند محال است، این ناممکن است. خب خیلی در قبلا ذکر کردیم ذهن مسلم میگه مهما تصورت ببالک فالله بخلاف ذلك، یعنی هر گونه که تو تصور میکنی خداوند رو با همون فکر و عقلت، خداوند به خلاف اون فکر و عقلت است. ایرا حافظ ابن عساکر در تاریخ دمشق آورده است. خب همچنین بعضی علما آوردگی ذنون مصری آورده است، احمد ابن حنبل آوردگیه. خلاص لا تدركه الافهام معنی قول امام طحاوی همین است که این عقل انسان ذات خداوند را احاطه کردن نمیتواند. مفهوم؟ چون که عقل انسان خب تا جای میرسد که اونجا یک حدوث باشد، یعنی حدوث به معنای مخلوق پیدا شده، اما در حق خداوند چیز درست نیست. بعدا امام طحاوی میگه لا ولا یشبهه الانام، خب خداوند را انام به معنای خلق، یعنی مانندی نمیکند پروردگار را هیچ از مخلوقات. خب یعنی شبیه به معنای اون چیزی که او را یک چیز دیگر مشارکت میکند، شبیه به معنای که مقابلش او را مشارکت میکند در یک شکل یک صورت. خب مثلا میگیم که گفتم که مثلا میگن که همین ماشین مثل همین ماشین است، یا که همین مثلا همین انسان شبیه فلانی است. این اگر کلا مشابهت نکنه که در بعض جزئیات مشابهت میکنه داخل. برای انسان از دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، خیلی
برای همین این شبیهیت در مخلوقات است، اما در حق خداوند جایز نیست. برای همین امام طحاوی حضرت گفتن که ولا یشبهه الانام، ولا یشبه الانام، عفوا ولا یشبه الانام، خداوند مشابهتی بر انام به معنی خلق، یعنی با مخلوقاتش مشابهتی ندارد. مفهوم؟ طيب تا همینجا ان شاء الله امروز رسیدیم. ان شاء الله در امروز توقف میکنیم. آخرین قول امام طحاوی رسیدیم ولا یشبه الانام. تا همینجا ان شاء الله درس دیگر دوام میدیم. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.